ماشاءالله الان دنده 4یم. من هنوز تختم نکردم ولی سر گاز داره ماشاءالله 120 تا میره. ماشین پلاک نشه. بله الان تو سربالایی میبینید تو دنده 3یم ماشاءالله خیلی خود 4 ساعت امروز قراره که با فول سایز ترین سدان خانواده دوو یه سال رانندگی داشته باشیم، ببینیم که چطور ماشینیه. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدیم به یه پی او وی تست درایو دیگه. امروز اومدیم با دووی اسپرو مثل همیشه یه حس و حال رانندگی باش داشته باشیم و از تجربیات مالکش استفاده بکنیم و ببینیم که چطور ماشینیه. دوو اسپرو سال 1991 در واقع وارد بازار جهانی شد و سال 1992 پاش به بازار کشور ما هم باز شد و حالا دوو اسپرو یه جورایی همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم فول سایز ترین ماشین خانواده دوو به حساب می اومد توی اون سال دهه 70 شمسی و با توجه به حالا رقبای اروپایی و ژاپنی که این ماشین داشت مثل میتسوبیشی گالانت و هوندا آکوردی که این دوتا ماشین هم براتون هم دوتا نسل سوسماری و عینکی گالانت و هم هوندا آکورد دهه 90 رو براتون گذاشتم. این ماشین هم توی سگمنت همون دو تا ماشین به حساب می اومد و لحاظ آپشنی و فنی یه ویژگی‌های خوبی رو در اختیار کسایی که مشتری این ماشین میشدن قرار میداد. اما لحاظ ظاهری این ماشین چون اینم جا داره اینجا بهتون بگم که شاسی این ماشین و پلتفرم این ماشین پلتفرم جی شرکت جنرال موتورزه که اوپل وکترو هم دقیقاً همین شاسی رو داره و به خاطر همین کلا این دوتا ماشین لحاظ ابعادی و طول فاصله بین دوتا محور خیلی شرایط مشابهی داره. حتی پوسته موتور اوپل وکترو و این ماشین هم با هم دیگه یکی ان. لحاظ قطعات فنی هم این ماشین و اوپل وکترو هم دیگه یه سری شباهت‌های زیادی دارن. مثل همیشه بریم یه نگاهی بندازیم به فضای سرنشینی عقب این ماشین. در این ورش کم بعد باز میشه از همون اول که من اومدم این ماشین رو براتون ویدیو بگیرم. در این ورش کم شرایطش بهتر. اینجا ما در واقع یه تیکه روی رودری ماشین پارچه رو میبینیم. اینجا پلاستیک نرم کار شده این ماشین، هیچ جاش پلاستیک خشک نیستش و مدل این ماشین هم 94 و دیگه خب طی این 30-40 سالی که از عمر این ماشین میگذره ببینیم که هنوزم که هنوزه این صندلی‌های این ماشین اون فرم اولیه خودشونو تقریبا حفظ کردن. زیاد گودی مارشون نمیبینیم. خیلی از این شرایط اوکیه این ماشین. حتی داشبورد این ماشین هم میبینید که زیاد ترک و اینا بر نداشته. حالا به جز اون یه دونه قسمت اون یه تیکه که حالا رفتیم جلو اونم بهتون بیشتر نشون میدم. حتی صندلی جلوی این ماشین هنوزم این فومای صندلی خیلی شرایط خوبی رو دارن. یونه زیرارنجی هم اینجا داریم و تاقچ عقب این ماشین و باندای فابریک این ماشین که روشون حالا یه دونه نوشته دوو هم اینجا هک شده. خبری از چراغ سقفی برای این قسمت عقب نیست به جز اینجا که حالا اینو فکر کنم چراغ مطالعه به حساب میاد. این چراغایی که در واقع روی
ستون سی این ماشین اینجا قرار داده شده و یکم من این پشت ماشین نشستم انتظار داشتم که سقف این ماشین یکم بلندتر باشه، اما علاوه فضای سر من یکم خیلی عجیبه برام که توی این ماشین یکم فضای سرش کمه، حالا با توجه به ابعادی که داره، ولی علاوه فضای جلوی پا و کلا راحتی صندلی‌ها واقعا یه شرایط خیلی خوبی این ماشین داره. از آپشناش هم میتونیم به 4 تا شیشه برقی و حالا قفل مرکزی و برف بکنه تایمر داره این ماشین، یه اشاره‌ای به این چیزاش داشته باشیم. جا سیگاری هم که مثل همیشه توی این قسمت قرار گرفته. و یه چیز جالبی که در مورد کلا دیو اسپرو هستش اینه که دستگیرای حالا باز شدن در این ماشین، مثلا حالا بیشتر ماشینا به این صورته که شما از اینجا اهرمشون میکشید و باز میکنید، اما این ماشین حالا خیلی جالب در واقع اهرمی که برای باز شدن درشه اینطوری مکانیزمشه و خیلی نکته عجیبی به حساب میادش. خیلی خوب دیگه چیز دیگه‌ای در مورد این قسمت عقبش نیست که بهتون بگم. بریم یه نگاهی داشته باشیم مثل همیشه به فضای صندوق عقبشون، هم بهتون یه قسمت هم یه نشون بدم بهتون. و اینجا قرار گرفته در واقع دکمه‌ای که برای باز شدن صندوق عقب این ماشین هستش. یکم علاوه کلا دهنه این صندوق عقب اگه شما نگاه بکنید، این ماشین یکم داشته میرفته به سمت فست بک شدن، یعنی احساس میکنم، ولی بعد دیگه میکنم جلوش گرفته شده، چون که این دهنه کلا صندوق عقب این ماشین خیلی تنگه و حالا شما میخواید یه وسیله بزرگی رو توش قرار بدی، فکر کنم یکم به مشکل بخورید. و اینم از فضای صندوق عقب این ماشین که حالا نسبت به یه ماشینی مثل هوندا آکورد و میتسوبیشی گالانتی که براتون گذاشتم فکر می‌کنم یکم ابعادش کوچیک‌تر باشه. خیلی خوب، اینم از این قسمت ماشین. بریم یه نگاهی هم مثل همیشه داشته باشیم به مشخصات فنی این ماشین. این هم از موتور 2000 سی سی این ماشین که یه موتور 8 سوپاپه، همونطور که بهتون گفتم یه سری شباهتایی به موتور اوپل وکتورا داره این ماشین. یه موتور 2000 سی سی 8 سوپاپه که میتونه چیزی هولوش 115 اسب بخار و 176 نیوتن متر گشت‌آور رو به چرخ‌های جلوی این ماشین با یه گیربکس 5 سرعته دستی انتقال بده. و این هم حالا از این بخش فنی این ماشین. خیلی خوب، بریم حالا یه نگاهی به داشبورد این ماشین و آپشنایی که داره بندازیم و بعدش هم که مثل همیشه بریم برای تست درایوش. خیلی خوب، وارد فضای داخلی ماشین شدیم و اولین نکته‌ای که اینجا توجه شما رو جلب میکنه این مکانیزم عجیب تنظیم در واقع تایمر برف‌کنه این ماشینه که وقتی که فشارش میدید اینطوری میاد بیرون و بعد شما میتونید در واقع تایمر برف‌کنه این ماشین رو تنظیم بکنید، فلاشر این ماشین رو. و این طرف هم دوباره یه اهرمیه برای تنظیم نور چراغ این پشت آمپر این ماشین، گرم کنه آینه و حالا شیشه‌های عقب هم دکمه‌اش دوباره این قسمت قرار گرفته، پروژکتورشو و سیستم تهویه این ماشین که حالا به صورت دستی هستش و داشبورد این ماشین هم دکمه‌ای که برای باز شدنش هستش به این صورته، دو طرف بعد بگیرید و یه فضای تقریبا قابل قبولی داره، حالا اونقدر نیستش ولی مناسبه. خیلی خوب، دیگه چیز دیگه ای خب حقیقتا در مورد این ماشین وجود نداره. بریم یه حسال رانندگی از این ماشین داشته باشیم همراه مالکشو و ببینیم که چطور ماشینیه. خیلی خوب، بریم یه
دوری هم با این ماشین بزنیم همراه مالک محترمش آقا نیما. یه سری سوالاتی هم حالا در ادامه در مورد این ماشین و تجربیاتی که خودشون از این ماشین دارن و حالا این ماشین رو برای فروش هم گذاشتن. مشخصاتش رو براتون توی کپشن می نویسم. خب نسبت به حالا در واقع سن و سالی که از این ماشین میگذره کلن سرحال بودنش و این سربالایی رو الان میبینید چقدر داره خوب میره با توجه به این کارکردی که این ماشین داره. چقدر تقریبا 300 خورده که دیگه قفل کرده. آها یه جوری دیگه قفل شده دیگه، بیشتر هم از فکر میکنم یکم، ولی بازم ماشین نفس داره و سرحال موتورش ماشاءالله. سر و صدای داخل کابین هم خیلی کمه. از ارتش بخوایم بریم سمت راست تشریف ببرید. آها خیلی آقا نیما، شما این ماشین رو تقریبا چند سال دستتونه؟ 2 سال این ماشین دستمه. قبلش هم دست آشنا بوده. 18 سال قبل از اون که آشنا بخرن از یه خانومی که خریدن که 13 سال هم نفر اول دست اون خانوم. بله. کل این زمان 30 سال تقریبا زیر سقف بوده، به خاطر همین رنگش خوب مونده. یه درست. دیکه کوچیک اندازه کف دست آفتاب سوختگی. بله. قسمت انتهایی سقفش داره. این ماشین رو من یکم تقویتش کردم، کلا زیربندی و 96 کردم و یکم سواری ماشین بهتر شده نسبت به ماشینای هم مدل خودش. درسته. که اکسل یه چیز بلوش 3-4 سانت قوی تر شده. درسته. اکسل 93 4 یه چیز ضعیفه مثل قوطی میمونه. بله. اکسل قشنگ جون داره. مثلا اکسل 94 12 کیلو وزنشه، این 14 کیلو و نیم، 2-3 کیلو از اکسل معمولی سنگین‌تره و بهتره. هندلینگش خیلی خوب شده با این تغییری که توی قسمت عقبش اعمال کردین. هندلینگش از مدل معمولیش بله. بهتر شده. دیگه خدمتتون عرض کنم موتور سلامت. درسته. دورچین موتور رو کلا GM امریکایی نو کردیم به خاطر عملکرد بهتر سیستم آبرسان و سوخترسان و اینا. بله. و اینکه دبا کلا ترمزاشون یکم ضعف داره. یکم بله. ضعف داره نسبت به بقیه ماشینا. عکس العملت باید یه نمه زودتر باشه. بله. یعنی میخوای ترمز بگیری یه چند ثانیه قبل‌تر. بله. من حالا توی کانال دیو ماتیز و دیو سیلو هم اتفاقا گذاشتم، قشنگ آشناییت دارم با مدل‌های دیو. کلا ترمزاشون به جز ماتیز که حالا اکثرا میگیرن کالیبرها رو ماتیز میبندن. دقیقاً. بهتر شه. بله. مثلا تقویت. یعنی کالیپرش به دیو اسپرو هم میخوره یا نه؟ سیلو میخوره، هم به اسپرو میخوره. ریسر میخوره. بله. کالیبراشون تقریبا به هم میخوره. درسته. بعد خیلی از دوستان حالا سوال میکنند شما که این ماشین رو 2 سال داشتید، لحاظ قطعات مصرفی و قطعات ظاهری و اینجا چه شرایطی داره؟ من خدا رو شکر این ماشین رو خریدم. من فکر میکردم لوازمش نیست. ما این ماشین رو صفرش رو داشتیم سال 72. بله. تا سال 77 4-5 سال من تا سنم کم بود پدرم سوار میشد. بله. خب منم بعضی موقع همراه پدرم سوار ماشین میشدم و یه دوری میزدم. درسته. خیلی هم ماشین خوشم میاد. ماشین خدمتتون عرض کنم که این سواری که میده به خاطر اون لوازم اصل و موندگاری بالاشه، دوام بالاشه. بله. لوازم این ماشین همه چی موجوده، از سریای استوک اصلی گرفته، بله. سریای چینی گرفته تا سریای آکبند اصلی. درست. همه چی تو کارتون موجوده. 2-3 نفر هستن تو سطح تهران بله. که لوازمشو دارن، بهتون میتونم معرفیشون کنم. یه آقایی هستش که 70-80 تن از بار کرمان خودرو که دیو داشتن و خریده الان توی خیابون خاوران، یکی از اون گاراژهای خاوران درسته. عباس آقا
ماشاءالله همه چیشو تو جعبه، نه یه دونه ها، تعداد 50 تا 100 تا بله. کارتون نو داره. درست. یعنی من قطعات میخوام خدایی میرم اصلا پیش عباس آقا نصف روز میمونم فقط پیش عباس آقا با هم صحبت میکنیم و یه چیزایی بعضی موقع بهم نشون میده این برای ماشینت نوعه مثلا. آها. هنوزم داره مثلا اون قطعات؟ داره همه چیشو، هم استوک هم آکبند. بله. همه چی موجوده. قیمت نسبت به پژو پراید پایین‌تره یه مقداری. درسته. نه خیلی زیاد، یه مقداری ولی پایین‌تر، ارزون‌تر از پژو پراید. و اینکه لوازم دیر خراب میشن. برای مثال دیسک و صفحه رو عوض کردم 2-3 هفته پیش. دیسک و صفحه اصلی انداختم 11,800,000 تومان. 11 میلیون. بله، برای 226 دوستام عوض کردیم همون تاریخ، یکی دو روز این برون بر 14 میلیون تومان. بله این همه از پژو. درست. بله. ولی خب یه چیزی هم که حالا خودتون فرمودید، عمرش خیلی به مراتب بیشتر از همون پژو 206. مثلا پژو رو شما دیسک و صفحه رو عوض کنید 50-60,000 تا. بله. گاوری این 100,000 تا راحت با خیال راحت را. بله 100%. ولی واقعا ماشاءالله سواری سرحالی داره خیلی. من 2 تا ماشین دارم، یه دونه تویوتا آیلوکس 2014 توربو دیزل خیلی ماشین باحالیه اونم. بله. دارم. اینو خریدم ماشین دوم تو شهر سوار شدم. تو شهرم سوار میشم سر کارم باهاش میرم و میام. تا مطلب پارکینگ ندارم میذارم دم در میمولم بهش، اصلا دلم نمیاد. بله. آره خیلی دوستش دارم. ماشین خوبیه، خرید اصل دلیل خریدش هم به خاطر رنگش خریدم. بله خوشگله رنگش. هم ماشین خیلی خوبیه هم رنگ سرمدی خیلی دوست داشتم و خریدم. هماشالله الان دنده 4یم. من هنوز تختم نکردم ولی سر گاز داره ماشاءالله 110-120 تا میره. واقعا من الان توی این حالا فکر می‌کنم 1 رو 20 دقیقه‌ای شد که سوار این ماشین هستم. اصلا شما احساس خستگی نمی‌کنید وقتی که پشت فرمونش هستید و این سواری شناورش و اینکه تا واقعا اراده میکنید ماشین جون داره و میره بعد از گذشت این همه سال شما رو به وجد میاره. اینم جا داره بهتون اینجا بگم که دیو توی اون ساله برای اینکه بیاد از در واقع وزن ماشین رو یکم کمتر بکنه میومد گیری بوکسشون رو به یه شکلی طراحی میکرد که حالا به خاطر کاهش وزن گیری بوکسشون این دنده عقب این دیو رو اکثرا هم توی دیو سیلو اینطوریه، دیو ریسر اینطوریه، توی این ماشین دقیقاً همینطوریه که دنده عقب این ماشین دقیقاً کنار دنده یکه. یه دونه اهرم داره اونو شما به سمت بالا میکشید، دنده عقب این ماشین رو در واقع میتونید به این شکل استفاده بکنید که اینم حالا به خاطر همون سبکسازی گیری بوکساشونه که یه کار هوشمندانه بود که دیو توی اون سالا انجام میداد. این دوربینه میزنه درسته؟ برای اون سمت اون سمت رو به پایین رو میزنه. آها.
دنده سیم. ماشاءالله خیلی با 4 سرگاز میام اینجا رو. با 4 خود آقا نیما سرگاز میان بالا دارن میگن. تازه گیری بوکسش هنوز یعنی چون دیسک و صفحه‌شو تازه عوض کردن یکم نیاز به رگلاژ داره و ایشون میفرمایند که هنوز چیز نیست، ماشین آب بندی نشده حالا به قول خودمون. ولی از این سواری نرمش و کلا انقدر دنده هایی که واقعا خیلی خوب جا میرن. خیلی به شما حس خوبی میده. ماشینی که چیزی هلوشه بین حالا 300 تا نسخه های سالم ترش 500 تومن این ماشین قیمت داره، ولی نمیتونید با این قیمت یه همچین سواری بگیرید. اگه بخواید خرج یه ماشین ایرانی بکنیدش این مقدار از پولو، واقعا سواری به مراتب بهتری بهتون میده. سفتارمون که مثلا اتوماته اون اون بخواد مثلا تا شتاب بگیره یکم مثلا آماده است پاتو بذاری رو گاز پرواز. آره مثلا شما اینجا شتاب بگیرید منم شتاب بگیرم. حالا تو دوره بالا چون ماشین نوتره تو 100% میگیره. بله. ولی که در دوره پایین ابتدای حرکت فکر نمی‌کنم. نه شتاب اولیه‌اش قطعا به پای این نمیرسه. دوره فرمونش هم خیلی خوبه. این ابعاد این ماشین من خودم الان فکر نمی کردم که از اونجا بخوام دور بزنم و این ماشین بپیچه. خیلی خوب اینم بود از دوی اسپرو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی ممنونم از مالک محترم این ماشین آقا نیما. و اینم از دوو اسپرو. این ماشین همونطور که اولی ویدیو گفتم برای فروش گذاشته شده. اگه قصد خریدش داشتید من اطلاعاتشو توی حالا کپشن براتون مینویسم. و دیگه همین دیگه. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب کانال یادتون نره بچه‌ها که باعث دلگرمیه. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.